به سایت عارف دیزل خوش آمدید. در این ویدیو قصد داریم یک ژنراتور دیزلی را بررسی کنیم. من به شما نشان میدم این دستگاه چیست، چگونه کار میکنند و در چه مواردی از آن استفاده می شود. پس تا انتها با من همراه باشید. برخی از ژنراتورهایی هستند که با یک موتور احتراق داخلی رفت و برگشتی کار می کنند. موتوری که به اختصار به آن رایس، موتور احتراق داخلی رفت و برگشتی می گویند. این نوع ژنراتور از دو بخش اصلی تشکیل شده. یک موتور 4 زمانه که یک آلترناتور دینام را میچرخاند. این دو بخش در کنار هم یک ژنراتور کامل را تشکیل می‌دهند. یک مدل دیگر از ژنراتور که در ردیف دوم قرار دارد، یک ژنراتور سنکرون 3 فاز است. این مدل خاص بیشتر در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دیزل ژنراتور اضطراری هم می‌گویند. البته این نام دقیق نیست، چون این ژنراتور علاوه بر موارد اضطراری می تواند برای تولید برق به طور روزانه هم استفاده شود. برای مثال، ممکن است این ژنراتور برای تولید برق اصلی یک کشتی لوکس یا یک کشتی کوچک تجاری استفاده شود. در این موارد معمولاً 2 یا چند ژنراتور مشابه بر روی کشتی نصب می شود و اینها تنها منابع تولید برق هستند، مگر زمانی که کشتی به بندر برسد و از برق ساحلی استفاده کند. یا فرض کنید در منطقه دورافتاده مانند جنگل‌های بارانی مشغول استخراج مواد معدنی هستید یا در یک کمپ کوچک زندگی می‌کنید. در چنین شرایطی اتصال این منطقه به شبکه برق شهری منطقی نیست، زیرا ایجاد خطوط انتقال برق ممکن است صدها کیلومتر طول داشته باشد و از نظر اقتصادی به صرفه نباشد. در عوض استفاده از ژنراتورهایی مانند تصویر بهترین گزینه است، زیرا سریع و آسان نصب می شوند. بیایید نگاهی به بخش‌های اصلی این ژنراتور بیندازیم و ببینیم چگونه کار می کند. این ژنراتور برای خنک کردن از هوا استفاده می کند. بخش جلوی دستگاه جایی است که هوا از یک مبدل حرارتی عبور می کند. در سمت چپ یک موتور احتراق داخلی 4 زمانه قرار دارد که همان رایس است و به عنوان موتور اصلی برای تولید برق استفاده می شود. این موتور با سوزاندن سوخت انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. این انرژی مکانیکی از طریق یک میلنگ به یک آلترناتور منتقل می شود. آلترناتور انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. فرآیند به این صورت است. ابتدا سوخت تزریق می شود، احتراق انجام می گیرد، پیستون ها حرکت می کنند و این حرکت خطی به یک حرکت چرخشی در میلنگ تبدیل می شود. سپس این حرکت چرخشی به روتور آلترناتور منتقل شده و برق تولید می شود. در این ژنراتور ولتاژی در بخش استاتور، قسمت ثابت ژنراتور، القا می شود و این اختلاف ولتاژ باعث جریان الکتریکی می شود.